السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجال شيخ بس إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برادر خواسته إن شاء الله أحوالكم خوبان. عليكم السلام ورحمة الله. زنده باشید زیارت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بركاته أنت برادر عزيز. هیچ اشتیم خانده. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زیارت شو زیارت شو. زنده باشی زنده باشی. زیارت شو. برادر خوبه انشالله احوالتون خوب هستن، کارکاتون خوبن، زندگیتون خوبن انشالله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدای دادی کوی بیشی. سوزی برادر سلامتی خوبن. برادر من حفیظ الله، الله سبحانه در عمر جانش برکت عطا کنه، پروردگار به تمام خواسته های قلبش برسانه، خداوند هر مراد مقصدی که در قلبش داره برآورده خیر بگردونه. الله اکبر. برادر ما محمد جان، الله سبحانه برکت انتیا نه و غزل علاقه سب چی دیگه هستن، مقصد که انا پیشترک ضبط کرده اگه میشه در ویدیوی پایان تر همون ویدیوی رو از همه حساب قسمی پایان سر کنین نظر کرده بیان انشالله که همونجا گذاشتگی هستیم شه انشالله که با انا خدا خواسته باشه با یگام آهنگ دیگر انشالله میخونیم میگذاریم شه. الله سبحان برکت انت برادر عزیز. سلامت باشه قاری جان، قاری ایسانی، الله سبحان در عمر جانتون برکت عطا کنه، خداوند سبحان شما را در علم دانشتان برکت چه الله سبحان عطا کنه. خالد برادر عزیز سلامت باشی، الله سبحان برکت دنیا و آخرت براتون نصیب بگردانه، پروردگار به تمام خواسته های قلبتان برساند ان شاء الله. الله برکت انت برادر من حفیظ الله. انشالله که ثبت امپیتی ثبت کردیم، خدا خواسته باشه انا فرصت تنگی بود فرصت نزدیک بود انا گذاشتن در کمترک منتج داره و ایسوس مقصد کارا دارم و ثبت، خدا خواسته باشه انشالله که فردا در شبکه میگذاریم شه. مختصرا یک قسم هاش انشالله که ثبت کردیم گذاشتیم تو اینکه انا
برادرمان دلاور الله سبحان سربلند دنیا و آخرت براتون نصیب گردانه. هر جا که هستین الله سبحان یار و مددگارتان باشه. پروردگارا کلی برادرانی که در غریبی هستن، در هر گوشه دنیا که هستن، الله سبحان در عمر جان در خاندانشون برکت چه عطا کنه. پروردگار تن استحاد براشون نصیب بگردانه. پروردگار ساق سلامت با غنیمت زیاد به نزد فرزندانشون باز بگردانه. الله سبحان الله اکبر. زنده باشه. اکای محمد جان انشالله که مخصوص شما انشالله که ضبطش میکنیم. خدا خواسته باشه تکسی هم انشالله که می نویسیم میگذاریم. خدا خواسته باشه فقط شما دعاگو باشه انشالله. سلامت باشه. الله سبحان برکتتون عطا کنه قاری جان. خداوند سبحان شما را نگهبان باشه. خداوند سبحان سربلندی دنیا و آخرت براتون نصیب گردانه. پروردگار در حفظ امانش نگهبانتون باشه. الله اکبر. انشاءالله برادر عزیز اسم عجیب گذاشته که بده حرکت میکنیم که ثبتش کنیم انشاءالله تا اول عصر تا سوره عصر تا نص ثبت کردیم انشاءالله که نیت هست که از بالاتر با ثبتش کنیم انشاءالله. انا فقط شما دعاگو باشه. ای زلزله انشاءالله که ثبت میکنیم با تو با عصر خیلی مایده مایده انشاءالله که ثبتش میکنیم. خداوند سبحان برکتون عطا کنه. قاری امر الدین. قاری امر الدین. علیکم سلام قاری جان. قاری امر الدین. الله سبحان برکتون عطا کنه قاری جان. دیگه خوب است انشاءالله برادران. زیرا چو گوش دی خواب کردی. بله برادرم سعید مومین انشاءالله بفرما. برادر نشناختم. آمین آمین. سلامت باشی. اکای محمد خداوند سبحان نوشته هاتون الله سبحان قبول بفرمایه. پروردگار گناه های هر یکی ما را مغفرت بسازه. پروردگار اعمال های کردمانه در نامه اعمال ما ثبت کتابت کنه انشاءالله. آمین آمین. انشاءالله خدا خواسته باشه برادر. علی شیر میره و الحمدلله که بهترینه. در حالت خوب قرار داره کوی بشه الحمدلله. شما خوب انشاءالله احوالتون خوبم. سلامتیتون خوبم برادر عزیز.
خوری زیارت شو. یک برادری نزدیک مونه، الله سبحان برکتشون عطا کنه. الله سبحان کلی مهاجر را در حفظ امونش نگهبان باشه انشاءالله. عبدالرحمن بابا سعید و انشاءالله برادر عزیز انشاءالله. علیکم السلام و رحمت الله احمد جون. احمد دولت زاده علیکم السلام و رحمت الله. نه برادر سید مومین، اگر امکان باشه همین رقمای ما هستن انشاءالله که در واتساپ نویسه انشاءالله با خوبتر معرفی کنیختان انشاءالله با بهتر خوبتر میشه برادرمون سید مومین. انا رقمای ما 933 4906 انشاءالله که واتساپ دوران نویسه همجا انشاءالله با خوبتر صحبت میکنیم. علیکم السلام. سعدالله اکری سعدالله را خداوند سبحان براش سفری بی خطر خداوند نصیب بگردونه. پروردگار را ساق رفته سلامت بچه مکان براتون فرمان. الله اکبر. سلام علیکم. انشاءالله برادر عزیز میخوانیم انشاءالله که نام یک نشید خطیقه کش کردیم روسیش آهنگش موندیم کردیم شه انشاءالله همون مقشید انا ثبتش کردیم. انا یک پارچه که یک قسمش انشاءالله که گذاشتیم انشاءالله که فردا خدا خواسته باشه با پرگی میگذاریم شه. علی شیر میرو نه برادر عزیز که انشاءالله که میشوه نه با فضل کریم پروردگار خدا خواسته باشه همش خوبه. الله سبحان سرزمین ازبکستان در حفظ امانش نگهبان باشه برادر عزیز انشاءالله که در حق کل روی دنیا دعا میکنیم برادر عزیز. الله سبحان سربلندی دنیا و آخرت برای هر یکی ما نصیب بگردونه. آمین یا رب العالمین. نسل 33 اکای سید مومین نسل 33 4 تا 906 انشاءالله که میتونین که در واتساپ نویسین انشاءالله. نسل 33 4 تا 906. جزاک الله خیرا برادر عزیز. الله سبحانه شما را راضی باشه برادر عزیز. شریف عزیما علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله برادر خوب هستیم. شما خوبین انشاءالله؟ احوالتون خوبن؟ سلامتون خوبن انشاءالله؟ عمران برادرمون عمران الله سبحان سربلندی دنیا و آخرت برات نصیب بگردونه. خداوند همیشه دست بلند سر بلندتون بگردونه هر جایی که باشه انشاءالله. انشاءالله مصطفی نور برادر عزیز نه رقمای واتساپ اونو بگیرین انشاءالله. در واتساپ هر سوالی که باشه انشاءالله که واتساپ دانه کنین انا زنگ زنین انشاءالله به طرز پرربم انشاءالله که میفهمونین تونه. انا 33 4 تا 906 برادر عزیز انا مصطفی نور انا 33 4 تا 906 انشاءالله که نویسه انشاءالله با صحبت میکنیم.
عرفان الدین الله سبحان در غریبی هدن برادر عزیزمان خداوند سبحان در عمر جانش برکت عطا کنه، پروردگار سربلندی دنیا و آخرت براشون نصیب گردونه، پروردگار با تمام خواسته های قلبشون برسونشون. آمین یا رب العالمین. قاری جان برادرها را از ما سلام برسون ان شاء الله که خداوند سبحان دست بلندی سربلندی را براشون نصیب بگردونه. خداوند سبحان همیشه با تن صحت به دل بیغم خداوند زنده و سربلند نگهشان بداره. خداوند به تمام خواسته های قلبشان برسونشون. آمین یا رب العالمین. الله سبحان برای برادرمان برکت عطا کنه. خداوند در زندگیش، در عمر جانش، در تمام هستیش الله سبحان برکت عطا کنه. خداوند سربلندی دنیا و آخرت براش نصیب بگردونه. آمین یا رب العالمین. добрые слова. الحمدلله خوب هستیم. شما خوبین ان شاء الله؟ احوالتون خوبن ان شاء الله؟ خداوند سبحان برکت عطا کنه ان شاء الله. عرفان الدین خداوند سبحان برکت عطا کنه ان شاء الله که خداوند یار و مددگارتون باشه همیشه. ان شاء الله برادر عزیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. خوشا سرودی به یاد پیغمبر، بخوان درودی به نام پیغمبر. امیدی ما ز حق همین باشد، که مهر پیغمبر به یادی ما باشد. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم، نبی جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم، نبی جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. سلام قدسی به روح پاکت محمدی امی، خوشا کنم سرمدید خاکت محمدی امی. دلم تمنا به روز محشر شفاعت دارد، لقای روی مهی تو در راه جنت دارد. با تو دل صدا ندارد، شامی من زیا ندارد، شامی من زیا ندارد. بی مهرت بها ندارد دیلها، با عشقت بها ندارد، با عشقت بها ندارد. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم، نبی جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم، نبی جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. بشین بکنجی دلی شکستم نبی، نبی جانم، بروز عقبا میان غمها شفاعتت خواهم. تو شای مستان به من نظر کن ببین چه خارم من، به مهر رویت به گفت و گوید ببین چی دارم من. ای بهتر ز هر چه در این عالم، محبوبی خدای هر یک عالم، محبوبی خدای هر یک عالم. در جانها که جان شود دیگر، جان شد چون جهان شود دیگر، جان شد چون جهان شود دیگر. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم، نبی جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. ای نبی جانم، ای نبی جانم، ای نبی جانم، نبی جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی. جان و دلم آرامش جانم، روح و روانم نبی.
زنده باشه برادران. الله سبحان برادران نگهبان باشه. لا اله الا الله. کدام باشد بار دیگه معلقه که برادر من پرسیسته باشم، انشاءالله که میخوانمش برادر عزیز. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما راز خواب غفلت بیدار کن خدایا، هر دم گهی به یادت هوشیار کن خدایا، هر دم گهی به یادت هوشیار کن خدایا. مقبول کن عجابت وقتی سحر دعایم، معلوم ساز معلوم اظهار کن خدایا، معلوم ساز معلوم اظهار کن خدایا. دیوانه ساز و حیران هم مست و بی خودم کن، هر دم زی جام وحدت سرشار کن خدایا، هر دم زی جام وحدت سرشار کن خدایا. ما را بده محبت مهرت زیاده گردان، شاکر بکن به دردت بیمار کن خدایا، شاکر بکن به دردت بیمار کن خدایا. در وقت جان دادن تلقین لا اله انداز بر زبانم تکرار کن خدایا، انداز بر زبانم تکرار کن خدایا. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. بعد از وفات می دوست بکشا دریز جنت، زانجا درون جنت گلزار کن خدایا، زانجا درون جنت گلزار کن خدایا. خیزند عاشقانت فردای روز محشر، ما را الهی روزی دیدار کن خدایا، ما را الهی روزی دیدار کن خدایا. رحمی بکن به شهدی یا رب ده تو توفیق، ما را براه انداز در کار کن خدایا، ما را براه انداز در کار کن خدایا. لا اله الا الله، 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 محمد رسول الله. برادر امیدوارم که خواهشتون به جا آمد انشالله. اگر همین باشه انشالله که نویسین. دنیای گذران. زندگی میگذرد.
مثل دریای روان زندگی می گذرد، از پی سود و زیان زندگی می گذرد، زندگی می گذرد. همه با نوبت خود قصه ای بود و نبود، تو چی پیری چی جوان زندگی می گذرد، زندگی می گذرد. گاه با موفقان گاه با نال جهان، گاه با موفقان گاه با مال جهان، گاه به برده اینان زندگی می گذرد، زندگی می گذرد. میروی از پی آن میدوی از پی این، لیک این گنج نهان زندگی می گذرد، زندگی می گذرد. قد تو خم بشود غم تو زم بشود، مثل یک تیر کمان زندگی می گذرد، زندگی می گذرد. تا دمی مردن دل هست افسردن دل، تا دمی کندن جان زندگی می گذرد، زندگی می گذرد. کش فرهاد تو جان نکی ماند به جهان، با گل و برگ و خزان زندگی می گذرد، زندگی می گذرد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادرمان سلام باشن. متاسفانه برادر عزیز برادرمان در موضوع مادر در وصف مادر، در وصف مادر انشاءالله. چو کودک بودی مادر در برد بود، عصای و لیوای بر سرت بود. چو کودک بودی مادر در برد بود، عصای و لیوای بر سرت بود. نخوابیده به شب تا صبح بیدار، عجب یک مادری غم پرورت بود. نخوابیده به شب تا صبح بیدار، عجب یک مادری غم پرورت بود. کشیده هر شبی بیداری تو صبح، تو را بالین و با هم درد بود. زین و زو نعمتی دنیا ندیده،
تو تا پروا کنی بالو پرت بود. اگر یک لحظه بی حالت همی دید، پسر جانم گویان توری سرت بود. اگر گویی مگر امکان پذیر است، بلی جانم همان زن مادرت بود. به وصف مادران اقبال قلم کرد، بدان قدرش که بیشک یاورت بود. بله برادر ما خوشبخت تاجیکستان قرار داریم انشاءالله. شکرانه باید کرد کدام باشه؟ شکر کن هر سو، شکر کن ای دل که داد استد خدا پای روان. شکر نعمت لازم است بر جمله پیر و جوان. همین باشه برادر عزیز. السلام علیکم. سعید شریف و برادر عزیز انشالله که رقمای ما رو بگیرین انشالله که زنگ بزنید برادر. یکم مشکل نیست. 933 انا 4 تا 906 انشالله که واتساپ در نویسه انشالله صحبت میکنیم برادر عزیز. یکم مشکلات نیست برادر عزیز. 933 نه برادر. خوش وقت برادر عزیز. ندارم شاگرد ندارم. خیلی موضوع خطی انشالله که سعید شریف و برادر عزیز 933 4 تا 906 انشالله که آخه شکر نعمت شکر باید کرد. شکر باید کرد که نمیدونم باور کو کدام یک جستجوش کنیم انشالله. شکر باید کرد. شکر باید کردی کدام غزل باشه؟ یکم مصرع که اولش نویسی انشالله که درباره فرزند باشه. شکر نعمت نیست به نظرم. تیم یدیان این نیست انشالله. نابغه زمان. شکری از دختر کدام باشه برادر عزیز؟ یکم مسترکش انشالله که نویسه خدا خواسته باشه انشالله میخونیم شه برادر عزیز. سفربک نارو. سفربک نارو. الله برکت انت انشالله که حرکت میکنیم. شکر نعمتش. در واسه پدر.
حاضر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من عاشقم و عاشق دیدار مدینه، خواهم ز خدا لحظه دیدار مدینه، در خلوت شبگیر کنم بهر وصالش، یا رب طلبم گرمی بازار مدینه، از فیض تو عالم شده پر نور و تجلی، یثرب شده روشن ز شب تار مدینه، ای صاحب کوثر به تو صد رحمت حق باد، روشن ز قدومت شده گلزار مدینه، هر جا که برفتم نشده مقصودم حاصل، جز شهر تو سایه دیوار مدینه، هر جا که توی صدیق و آن عمر فاروق، عثمان و علی در عثمان و علی بر در و دیوار مدینه، یا رب دری رحمت بکشا بر روی مایان، تا خود بزنیم بر در و هر بام مدینه. اشور و برادر عزیز، میدونم باور که این موضوع گفتگی من خوانده باشم، در خاطر من نیست، باور کن. انا اگر اگم تکستش باشه انشالله در رقم واتساپ ما رو پرتو، انشالله ما کوشش میکنیم که برای شما ثبت کنیم پرتو. برادر عزیز زنده و سربلند باشه انشالله. انا شکر نعمت. برادرها که نو اومدن، علیکم سلام و رحمت الله و برکاته، زنده و سربلند باشه. کامل فیضی و برادر عزیز انشالله انشالله با فضل کرم پروردگار انشالله سلامت باشیم، خدا خواسته باشه. سفر بگ نارا زنده و سربلند باشه برادر انشالله، که امیدوارم که احوالاتتون خوبن، سلامتتون خوبه انشالله. همه چی حال دارین؟ یا جاهایی که زندگانی میکنه یا سرده، چه حال دارین؟ در کدام وضعیت قرار دارین؟ خداوند سبحان برکتون عطا کنه.
صبر در موضوع صبر انشالله که انا انشاءالله که در نیت هست یتیمی بی مادر یک غزل انشاءالله هسته، خدا خواسته باشه فردا شاید که انشاءالله که یکم روز پس خدا خواسته باشه انشاءالله که در ثبت میبره درباره یک یتیمه یکی بی مادر انشاءالله که ثبتش بکنیم با فضل کرم پروردگار انشاءالله میگذاریم برادر عزیز. صبر در موضوع صبر چی باشه؟ انشاءالله که امیرم در صبر میدروید. گر فتادی در زمین از مشکلات زندگی، چاره ات مشکل نباشد لحظه کن بندگی. گر فتادی در زمین از مشکلات زندگی، چاره اش مشکل نباشد لحظه کن بندگی. زندگی از مشکل و از بیش و کم وابسته است، آدمی از آنچه باید دل چراکی خسته است. صبر کن جانا همه شب را سحر خواهد رسید، شایدم آید سراغت رحمتی یزدان پدید. این جهان را از گلی پر رنج و درد و ساختن، این جهان را از گلی پر درد و رنج ساختن. در پی آزمایشی ما و تو نیز انداختن. امتحانگر پشت سر سازی بهشت است جای تو، ورنه بتوانی مکانی رنج و زشت است جای تو. پند اقبال را به گوش دل همی باید شنید، تا در این عالم بیابی کوچه راه جدید. انشاءالله برادر عزیز انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى برادر عزیز. خداوند سبحان برکتتون عطا کنه. خداوند هر عمر جانتون برکت عطا کنه و دیگر با تو میخواست های قلبتون برسانتون علاقه مدى ساعت 23:15 برادر عزیز. انشاءالله که در حق بنده با دعا باشه، انشاءالله که
خداوند سبحان نگهبانتان باشه. پروردگار هر جای باشه زنده و سربلند باشه. الله سبحان برکت در خاندانتان عطا کنه. پروردگار در غریبی هستن، برادرایی که در غریبی هستن خداوند سبحان ساخ سلامت با غنیمت بسیار پروردگار بسی پیش پدر و مادر و فرزنده و اقرباشون باز بگردانشون. پروردگار جمله بنده مؤمن در حفظ امانش نگهبان. پروردگار از این بلا و از این وبا در حفظ امانش هر یکی مرا نگهبان باشه. پروردگار همیشه دست بلند سر بلند نگهبان بداره. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الله برکتون ته برادر عزیز با دعا باشه در حق ما. خداوند سبحان شما را نگهبان باشه. سربلندی و خانه آبادی را براتون خواهانیم ان شاء الله که باقی در پناه الله باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زنده و سربلند باشه برادر. برادر ما محمد جان انشالله که رقم مدنویسین انشالله هر کسی که اگم گفتنی دارن انشالله که بر رقم های 933 4906 انشالله میتوانن به طریق واتساپ یا اینکه ایمو انشالله که با ما در صحبت باشن. الله سبحان انا برکتون عطا کنه. برادر محمد جان انشالله که نویسین 933 4906 انشالله که با ادامه صحبت ها را خدا خواسته باشه به طریق تلفن انشالله ادامه میتیم. الله سبحان نگهبانتون باشه برادرها. بار دیگر 933 4906 انشالله که ای غریبی در سفر یادت، ای غریبی در سفر انشالله که هست. انشالله که نویسین در واتساپ خدا خواسته باشه جوابتون میتیم برادر عزیز. انا در شبکه هست. ای غریبی در سفر یادت خدا انشالله که هست. هر کجا هستی نگه دارد خدا. انشالله که در شبکه یوتیوب انشالله که هست. انشالله برادرها میتونه که یکم SMS یکم تونه مقصد به جواب مونده باشم عذر زیاد. خداوند سبحان نگهبانتون باشه. انشالله که هر کسی هست هر گفته که دارن انشالله که به طریق واتساپ و انشالله که ادامه تیم. الله سبحان یار و مددگارتون باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر عزیز. انشالله برادر عزیز. انشالله برادر من سرابیک نورو انشالله که هست در شبکه باید باشه. انشالله با خدا خواسته باشه اگر اگم چی باشه برای رقم انشالله که چکنین با خواهشاتون اجرا میکنیم تا قدر امکان. مثلا 33 4906 واتساپ هست انشالله که با در صحبت خواهیم. علیکم و رحمت الله و برکاته.